حال دل خوب باشه. من به تایتل هستم، اومدیم با یه ویدیو خفن و جذاب. اومدیم با چه ویدیو؟ همین که میبینین فایل ست آوردیم براتون. بچه این فایل ست هیچ رمزی نداره، داخل کانال تلگرام قرار میگیره. اگه خواستین این فایل ست رو بزنید برید داخل کانال تلگرام و این فایل ست رو از اونجا دانلود کنید و بزنید. اگه هم بلد نیستین تا آخر این ویدیو تماشا کنید، چیش آموزشش هست. ببخشید بچه سرما خوردم من. الان هم این ویدیو که ببینید واسه همین فایل ست هم سر آلوک قرار میگیره، یعنی آلوک اصلی. بخش اصلی نه، آلوک دوم. بعد لینک کانال تلگرام اونم داخل کامنت ها هست، اگه خواستین برین اونجا اینو وردارین و بزنین اشغال کنید. بعد کیفیت پایین یه ذره اینو لگ میندازه، یعنی چی بهتون بگم، انگار بیشتر ستو نمیاره. اگه هم خواستین اول آلوک رو دانلود کنید، بعد کیفیت بازیتون رو ببرین بالا، بعد فایل ست رو بزنین، فایل ست که اومد اونو بیارین پایین، بعد بزنین کیفیت رو اسموت. الان من همطور که ببینید من فایل ست رو زدم، چیزم روی چیه؟ اولترا. آره فکرم اولترا بود، اولترا گوشتم. دوشمون رفت بذاره خطگیری کنه. در بیا واره خونتو. بچه یکی از شما زیر ویدیو کامنت باشه و سنس داده ماشی سنس من اینه، یعنی مثلا این صفر، اینم صفر، نه این 17 بود، این 13 بود، این 15، اینم 13 بذارین، اونم 8 بذارین، این 8 باشه. اگه اسنایپری اینو لازم داشت. حالا خودت چند روز دیگه ویدیو سنس هم میاد بچه‌ها. بده بره عشق کنید بچه‌ها. این به این پشتش هم اصلا دقت نکنید باشه. رد بچه به نظرتون گیم پلی بذارم؟ اگه خواستیم یه گیم پلی هم بدیم بیرون. بچه لایک و کامنت و صاف فراموش نشه. واه چه چیزی بده بره. خواه آجی بخترمون صدا بخش تلویزیون اگه صدا میاد. زیادم نمیتونم حرف بزنم. بچه من یه یوتیوبر تازه کارم، اگه میشه منو ساب کنید، کامنت بذارید، ویدیو مو لایک کنید. این دومین ویدیو لانگه من. بریم بهتون فایل ست رو نشون بدم. فایل ست هم برزیلیه، یا 6 فایل ست داخلش بچه براتون گوشیم عشق کنید. الان من خودم تنها فایل ست که زدم اینه سر این آلوک هیچی نمیاد. این دیگه نگاه کنید من هیچی فایل ست دیگه نزدم. الان بیشترش هم بچه یه دونه سر ماروه، سر خیلی کاراکترها هستش، سر فست هم هست. الان مارو کو حیفا دانلود نرم، دانلودم کنم دیگه نمیارشون، باید میزدم اونجا. بعد دیگه بریم داخل ترینینگ. الان میتونید اسموت کنید بچه، کیفیت رو نگاه کنید. من یه ثانیه اسموت کنم، نگاه کنید کیفیت اینطوری بزنید یه ذره برزیلی تر میشه. بچه یه ثانیه ما چند تا بزنیم دیزت، بعد بریم واسه ویدیو آموزش. اینم سنس.
دکمه تیرم 58. خب آجی ما بریم دیگه واسه ویدیوی تست. یه دونه دیگه بزنم. خب ما بریم واسه ویدیو. خب بچه بریم واسه آموزش. بچه واسه این یه زد آرشیو برین داخل مایکت سرچ کنین. زد آرشیو براتون بالا میاره. برین داخل برنامه اینجا این پک بالا میاره. هر کدوم خواستین رو بزنید. برین داخل اینجا استخراج کنید. خب الان کجا رفت؟ اینجا. میرید داخل یک کدومشون اینو دانلود میکنید. کپی همون که چی کردم دیتا میزنید رو اینجا. اینو حتما پذیرش برای تمام فایل ها رو فعال کنید. بعد میره داخلش. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت ساب فراموش نشه. تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.